برای هر علاقمند به حوزه دیجیتال جدیدترین گوشی شرکت شیائومی قطعاً بسیار جالب و شگفت انگیز خواهد بود. مهمترین خصیصه این گوشی سیستم عامل HyperOS آن است که آن را از سایر در واقع گوشی‌های موجود در بازار متمایز خواهد کرد. مهمترین تفاوت 14 پرو نسبت به سری قبلی خود یعنی 13 رابط کاربری HyperOS آن و شارژر 120 واتی آن نسبت به 90 واتی و همچنین عملکرد دوربین آن در ثبت لحظه‌های خیلی سریع خواهد بود. عکاسی با 14 پرو بسیار لذت بخش است و به لطف چیپست اسنپ دراگون 8 جن 3 لحظات بسیار سریعی را برای شما به ثبت می‌رساند. چنل موبیمین را سابسکرایب کنید تا تحلیل و بررسی بیشتری از این گجت هوشمند جدید یا غول شیائومی در اختیار شما قرار دهیم.